فیلسوفا از اینا بگن که حرفی که میزنن چیزه، برداشتشون خداشناسیشون اشتباهه، اصلا نشدنیه. ولی حرف اینه که اگه خدا هیتلر رو مثلا خلق نمی‌کرد، آیا مثلا اون هم آدمو می‌کشت؟ اگه خدا چه می‌دونم فلانی رو خلق نمی‌کرد، آره نمی‌کشت دیگه. خب اون هم. پس این هم آدم اگه کشته شدن و اگه اینو ما شر بدونیم، این نکته خیلی مهمه یادتون باشه، اگه اینو ما شر بدونیم و این همه آدمی که مثلا کشته شدن رو شر بخوایم بدونیم، خب خدا اگه خلقش نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ خب این همه آدم کشته نمی‌شدن. پس خدا خالق کسی است که شر آفریده، شر انجام داده، پس در نتیجه می‌تونیم بگیم خب خدا خالق اون شری که انجام داده هم هست. خداوند خالق شر به نظر من که نیست. ببینید چرا که خداوند انسان رو آفرید دیگه. اگه فرض رو بر این بگیریم که خدا میداند که ما شر مثلا این کس قرار است شر انجام بدهد و میتواند جلوی شری که قرار است بگیرد. مثلا میگم شما میگی من غذا رو نمیسوزونم ولی وای میسم اونجا زیر گازم هست، میتونم اون قضیهش خاموش کنم، ولی نه من که آشپز نیستم، من وای میسم آشپز بعد خودش خاموش میکردش. خب داره میبینی دیگه، اگه این کارو نکنی میگه چرا گذاشته غذا بسوزه، چرا غذا رو سوزوندی. این حرفی که میزنن اینه، ولی به جا نیست. چون اصلا گیم وایسادی ببین آدم‌ها چیکار میکنن. دقیقاً همینطوره، چون خداوند علم به آینده رو دارد. اون علم به آینده رو نسبت به هر شخصی موجودی داره. اما این اراده رو آیا در برابر انسان به فعلیت میرسونه؟ موضوع اینه که به فعلیت نمیرسونه. یعنی تقدیرش رو معین نمیکنه که بگه آقا من تقدیر بر تو کردم که تو آدم جنایتکاری میشی. اما علمو به اینو داره که هیتلری آدم جنایتکاری هست. این علمو داره نسبت به آیندهش. اما این که چرا اون آفرینش میشه، به نظر من آقای دکتر به دلیل اینه که اون حق آفرینش داشته. یعنی اون نفس هیتلر حق آفرینش داشته و چون حق آفرینش با اون بوده، اون آفرینش به اون داده شده، اون حق بهش داده شده. چرا حق چیزی وجود نداره که حق نداره؟ و تازه من حالا مشخصا خود من اعتقاد ندارم که خدا میتونسته نتایج یعنی اون چیزی که آدما میخوان اختیار کنن. اونم گفته مثلا لیعلم ان تو خدا بدونه. بنابراین من باور من بر اینه، حالا میدونم که باور قاطبه مسلمان نیست، ولی به نظر من قرآن خیلی واضحه درش وقتی که میخونی بارها اومده که خدا میگه اینو انجام بده تو شما رو آزمایش کنیم. اگه بدون میدونست که آزمایش نمیکرد که. پس این آزمایشی که داره انجام میده برای اینکه بخواد نتیجه رو بدونه. خیلی وقتا میگه آزمایش رو میکنیم تا بدانیم که شما چه نتیجه میگیرید و بعدش مثلا میدونه که آدما اختیار دارن، میدونه یه عده اینور اختیار میکنن، یه عده اونور، یه عده وسط. خودش هم گفته چه کلا نومد حالا و حالا ما مدد میکنیم همینا رو که به اختیارشون برسن. اون چیزی که اختیار میکنن نهایت چیه؟ قضاوت میشه. هر کسی بر مبنای اون چیزی که خودش عمل کرده. پس خدا من فکر می‌کنم اگه اینجوری ببینیم خیلی هم روشنه که نیازی هم نیست بگیم حتما خدا باید علمم داشته باشد که ما نتیجه اختیارمون چیه. از نظر من قرآن هم اینو تایید نمیکنه، حداقل این نظر منم تایید داره میکنه و من اینوری میبینم. فهمیدم. یعنی شما میفرمایید که این خداوند آفرینش رو انجام داده، آزمایش هم میکنه، انسان در بوته آزمایش قرار میده که نتیجهشو بفهمه. یعنی علم به نتیجه نداره خداوند، منظورتون اینه؟ ببینید نتیجه عمل میدونه. اگه کسی مثلا شما قانون گذاشته خدا میگه که من اگر هر کسی این مسیر رو بره، میگه فهدیناه النجدین، این نجد تهش اینجا میره، مسیرش هم اینجوری میره، این نجد تهش اینجا میره، مسیرش هم این شکلیه. حالا تو دوست داری اینو برو، دوست داری اونو برو، نتیجهش اینه. ولی اینکه من کدومو انتخاب خواهم کرد بستگی داره همه نتایج به اختیار